خب در مورد شروع پروسه دیزاین توی دفتر ما معمولا به این صورتی که بعد از اینکه پروژه به دفتر ارائه میشه ما جلسات متعددی رو با کارفرما داریم که از اون جلسات صحبت خیلی مختلفی رو ما میتونیم استخراج بکنیم. یکی از چیزایی که خیلی به ما کمک میکنه همیشه شناخت اون کارفرما، اگر یوزر پروژه باشه، یعنی اگر مصرف کننده نهایی پروژه باشه، یا اینکه به کمک اون شخص ما و اون سفارش دهنده ما متوجه این بشیم که ان یوزر پروژه کیه و چه کسی قراره که از اون استفاده بکنه. شناخت اون معمولا به ما خیلی کمک میکنه. منتها با توجه به اینکه عمده پروژه‌های ما به صورت شخصی هستن، یعنی پروژه‌های ویلایی هستن که توسط اشخاص برای خودشون به ما سفارش داده میشه، یا اگر هم قصد فروش داشته باشن احتمالاً ان یوزرش کسیه که شبیه به خود اون آدم هست. به همین خاطر ما خیلی راحت میتونیم متوجه این بشیم که خواسته‌های پروژه یا خواسته‌های اون اشخاص از ما چی هستش. ببین این جلسات هماهنگی باعث میشه که ما و کارفرما شناخت بیشتری نسبت به هم دیگه پیدا کنیم، ما نسبت به اون چیزی که کارفرما از ما میخواد و کارفرما نسبت به اینکه ما توانمون چیه و توی چه بخشی میتونیم بهش کمک بکنیم، یا اینکه اصلا چه سبکی داریم دنبال میکنیم. این جلسات باعث میشه که اینا هماهنگی بهتری نسبت به هم دیگه پیدا بکنن. منتها چیز اصلی که ما دستگیرمون میشه اینه که اصل اون چیزی که اون شخص در نظر داره چیه و این اصلا چیز کمی نیست. یعنی اینکه اگر به طور مثال بخوام بگم که ما از کارفرما چی میپرسیم، سعی میکنیم به جای اینکه ازش بپرسیم که تو دوست داری ویلا چه شکلی بشه، سعی میکنیم ازش بپرسیم که شما قراره که از اینجا به عنوان خانه استفاده کنید یا مصرف ویلایی و خوشنشین دارید. یعنی قراره که شما توی ایام تعطیل سال به اینجا مراجعه بکنید یا اینکه نه اصلا قراره که اینو به عنوان خونه‌تون انتخاب بکنی. حالا حتی اگه این خونه بشه باز این کاتگوری بندی میشه و بخش بندی میشه و ممکنه که متفاوت باشه بین کسی که به طور مثال بومیه و میخواد یه خونه برای خودش بسازه با شخصی که غیر بومی و به عنوان مهاجر اومده توی مثلا منطقه شمال کشور و قراره که اونجا برای خودش خونه‌ای داشته باشه. اگه بخوام بگم که اینا چه فرقی مثلا با هم دیگه میکنن، تصور داشته باش که برای اون شخصی که توی شمال داره برای خودش یه خونه‌ای میسازه احتمالاً مهموناش خیلی به این شکل نیستش که بخوان چند شب پیششون بمونن، ولی اون کسی که از تهران مثلا اومده اینجا و تو شمال برای خودش یه خونه‌ای ساخته و دیگه اینجا ساکن شده، مهماناش احتمالاً غیر بومیان و وقتی که میان احتمالاً چند روزی پیششون هستن. این یعنی اینکه تو باید یک تمهیدی رو در نظر بگیری برای اون مهمونی که متفاوته با کسی که فقط قراره که یک شام شبانه رو توی اون خونه بگذرونه و با اون کسی که بخواد حالا چند روزی و مهمون اون پروژه باشه. یا به طور مثال برای همون شخص غیر بومی اگه تو بخوای ویلای طراحی بکنی، تعداد خوابها و کمیت اونا به کیفیتشون ارجح میشه. یعنی اگه یه خونه‌ای تو بخوای طراحی بکنی بهتره که خوابای خیلی خوبه با کیفیت، با کلوزت و سرویس مجزا براشون در نظر بگیری یا ابعاد مناسب‌تری داشته باشه، به خاطر اینکه ممکنه که آدمای یه خونه تایم زیادی رو توی فضای خصوصیشون بگذرونن. ولی همینطور این اگه بخواد برعکس بشه و تبدیل به ویلا بشه، شما باید کمیت اون خواب افزایش بدید. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا به صورت جمعیتی میان و بر اساس تجربه دارم اینا رو میگم، به صورت جمعیتی میان و همشون نیاز به این دارن که یک فضای مستقل برای خودشون برای اون چند روزی که اونجا هستن داشته باشن و اینکه تعدادشون به کیفیتشون دیگه ارجح میشه و فضای عمومی رو دیگه اونجا تو مهم میشماری و سعی میکنی که بهش بیشتر بپردازی. چرا؟ به خاطر اینکه آدما توی اون چند روزی که با هم دیگه هستن احتمالاً سعی میکنن که تایم بیشتری رو با هم دیگه بگذرونن و تو باید برای اون یک برنامه‌ریزی داشته باشی. یا چه میدونم بخوای مثلا فضای تفریحش رو افزایش بدی و به این فکر بکنی که چه جوری میتونی اون مجموعه، اون ساختمان، اون ویلا رو برای چند روزی که اون شخص برای تفریح قراره که وارد اون فضا بشه بهتر آمادش کنی.
این که دارم فعلا کاتگوری ویلا رو مثال میزنم به خاطر اینکه خب بیشتر پروژه‌ای که ما داریم طراحی میکنیم عمدتاً این فانکشنه و این نوع پروژه است و شاید مثال خوب و بارزی باشه به خاطر اینکه برخورده مختلفی برای این حالت معمولا انتظار میده. خب تصور بکن که چرا امروز ما این همه داریم ویلا میسازیم، ما چرا این همه داریم سعی میکنیم که امکانات اون رو افزایش بدیم. گاهن امکانات تفریحی که توی یه دونه ویلای نسبتا خوب توی شمال ایران هسته شاید توی بهترین کشورهای دنیا هم نباشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چون ما فضاهای عمومی و تفریحی زیادی نداریم یا توی این بخش ضعیف عمل کردیم، این باعث میشه که آدما بیان پارادایس های کوچیکی رو برای خودشون بسازن، فضاهای کوچیکی رو برای خودشون ایجاد کنن که بتونن به صورت خصوصی تفریحات کوچیکی رو داشته باشن تا به صورت جمعی و بزرگ. یعنی به جای اینکه من مثلا چه میدونم یه پارک آبی یا یک پارک ورزش‌های ساحلی خیلی بزرگ و مفصلی داشته باشم، این اومده تبدیل شده به یه سری استخرهای کوچیک و مختلف توی مثلا ویلاهای شخصی، میدونی؟ یعنی به جای اینکه ما همه اینا رو تجمیع کنیم در یک فضایی داشته باشیم، به جای اینکه ما اون باشگاه‌ها رو بیایم اون فضای جیمی که توی ویلاها در نظر میگیریم تجمیع کنیم به یک جیم عالی و بزرگ، معمولا داریم اینا رو برای خودمون شخصی سازی میکنیم و توی مجموعه خودمون میاریمش. پدیده‌ای که باعث این اتفاق میشه رو خیلی نمیخوام بهش بپردازم، ولی باید بدونیم که این اتفاق افتاده و چون من امروز طراح این پروژه هستم و فقط توی اون 4 دیواری حق این طراحی رو دارم، باید بتونم که حالا به بهترین شکل اون امکانات رو به اون کاربر ارائه بدم و اینکه بتونم به اون بگم که تو میتونی حالا توی این فضا اون چیزایی که انتظار داشتی برسونی. فقط باید توجه داشته باشم که خیلی قرار نیستش که این موارد رو کارفرما ریشه یابی بکنه، اونو پژوهش بکنه، بعدش برای ما بیاد راهکار ارائه بده. اون قراره که فقط سرفصل رو به ما بگه، اون قراره که فقط به ما بگه که انگیزش از این اتفاق چی هستش، یا اینکه اون قراره که چه کاری این تو انجام بده، چه تایمی رو بگذرونه، با چه آدمایی توی این فضا معاشرت داشته باشه و اصلا لایف استایل خودش چی هست و به چه شکلی قراره که از این پروژه استفاده کنه. اگه ما بتونیم اینا رو به عنوان داده اولیه استخراج بکنیم، دیگه این به بعدش میتونیم یک دیتای خام خیلی خوب داشته باشیم و تو همون مرحله بمونیم، یعنی دیگه جلوتر نریم. یعنی به اون توی جلسه معارفه هیچ وقت مثلا ما چک نمی‌کنیم که چه می‌دونم فرم استخر دوست داری که مثلا منحنی باشه یا مستطیل باشه، یا مثلا از چه ویلایی تو داری لذت می‌بری عکسشو برام بفرست. دیگه امروز کسی که به ما مراجعه میکنه احتمالاً با سبک و سیاق کاری ما آشناست و خیلی شاید نیاز نباشه که این موارد جزئی رو باش چک کنیم. بیشتر سعی میکنیم که این کلیات رو از اون جلسه و از اون اشخاص استخراج بکنیم و به عنوان یک دیتای اولیه و با یک پژوهشی سعی بکنیم که مابقی کانتکست و بستر پروژه رو مورد مطالعه قرار بدیم و ببینیم که اون دیگه به ما چه دیتا و جزئیاتی میده که با میکس اینا بتونیم دیزاینمون رو استارت بزنیم. در گام بعدی مسئله‌ای که خیلی همیشه مهم بوده اینه که اصلا مسئله این پروژه چیه و به چه شکل ما میتونیم متوجه این بشیم که پروژه از ما چی میخواد و قراره که ما با دیزاینمون چی ارائه بدیم و معماریمون چه سوالی رو جواب بدیم. این بحث خب خیلی بحث باز و بزرگیه، ولی مسئله یک پروژه رو گاهن خود کارفرما مطرح میکنه، گاهن جامعه اونو مطرحش میکنه بسته به اسکیل پروژه، گاهن ما با مطالعه بستر و زمینه میتونیم متوجه این بشیم که پروژه از ما چی میخواد و ما میتونیم چه مشکل و مسئله‌ای رو با اون معماری حلش بکنیم.
گاهن یک پروژه نیاز به این داره که همزمان اقتصاد خودش رو تامین بکنه، همزمان به اون مرزی که درش قرار داره، اون منطقه یا اون کوچه یا اون خیابون که درش قرار داره سود برسونه، پوسته خوبی بهش ارائه بده، ملک‌های اطراف رو بهش توجه بکنه، چه میدونم به قیمت اون منطقه اصلا کمک بکنه و اونجا رو افزایش بده. گاهن یک پروژه در یک خیابان میتونه تأثیری بذاره که شاید هر اتفاق و هر تمهیدی که بخواد یک مقام بالادستی یا مثلا به عنوان مثال شهرداری اون شهر بخواد در نظر بگیره نداشته باشه. اگه ما بتونیم به جنبه‌های مختلفی از اون پروژه پاسخ بدیم، به مسائل مختلفی که اون مجموعه برای ما در نظر گرفته بخوایم پاسخ بدیم، احتمالاً معماری ما معماری کاملتری خواهد بود. میدونی یعنی اینکه اگه اقتصاد پروژه برای کارفرما تامین بشه، end user و اون کسی که میشه گفتش که ساکن اون پروژه یا حاضر در اون پروژه بخواد باشه یا استفاده کننده اون پروژه بخواد بشه، کسی باشه که خیلی راضی و راحت باشه نسبت به اون محصولی که ما براش طراحی کردیم و اگر اون به ما تایید بده، احتمالاً اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد. و هر چی تو بتونی به این آدمای مختلف با کاراکترهای مختلف به عنوان یک رهگذر، به عنوان سرمایه‌گذار، به عنوان مجری، به عنوان ساکن، به عنوان کسی که همسایه این پروژه است، همشهری این پروژه است، بتونی جواب بدی، تو تکمیل‌تر کار کردی دیگه. تو آدمی هستی که به جنبه‌های مختلفش فکر کردی و این مسائل رو با بررسی کانتکست ما معمولا استخراج میکنیم و میفهمیم که چه کاری باید انجام بدیم. سعی میکنیم اونا رو برای خودمون بنویسیم، بگیم که پروژه از ما چی میخواد و بگیم که ما چجوری میتونیم به اون از طریق معماریمون جواب بدیم. به طور مثال در یک پروژه پابلیک دیگه نیازها و مسائل اون پروژه متفاوت میشه. یا مثلا ما یک پروژه‌ای داشتیم که طراحی اون نیاز به یک نفوذپذیری داشت. یعنی چی؟ یعنی سایت اون پروژه سایت بسیار کشیده‌ای بود و توی بر خیابون خب اتفاق خیلی خوبی برای پروژه میافتاد. منتها ما اگه می‌خواستیم که کل این سایت رو ارزشمند بکنیم، حتما نیاز به این داشتیم که یوزر رو تا انتها ببریم. انتهای این پروژه ساحل بود، منتها کشیدن یوزر تا اون نقطه یه مقدار کار سختی بود. به همین جهت ما اومدیم کاربری‌ها رو به جای اینکه مثل حالت معمول کل اون خیابان و اون راسته روی هم بچینیم، این فانکشن ها رو تقسیم کردیم توی نقاط مختلف پروژه و چیزی که بیشتر از همه یوزر بهش نیاز داشت در انتهای کار قرار دادیم. یعنی مثلا اگر رستوران چیزی بود که اون شخص نیاز بیشتری به اون داشت، اونو بردیم گذاشتیم توی آخرین نقطه. اگه بخوای فودکورت ها رو توی مال ها بررسی بکنی، میبینی که همیشه توی دورترین نقاط هستن، به خاطر اینکه طرف نیاز داره برای اینکه توی اون تایم غذایی داشته باشه. به خاطر همین تا اون بنبست، تا انتهای اون طبقه مسیر رو طی میکنه و زمانی که این مسیر داره طی میشه، یعنی اینکه نفوذپذیری داره اتفاق میفته و تمامی این مسیر ارزشمند میشه. اگه بخوایم نگاه بکنیم که توی مال‌های بزرگ دنیا پوشاک کودکان کجا هستش، میبینی که توی دورترین نقاط اون مال دسته بندی شده و قرار گرفته، به این جهت که طراح اون پروژه و کسی که بهره بردار و کیوریتورش بوده و کسی که اون استاندارد رو تعیین کرده گفته برای گرفتن پوشاک بچه خانواده تا اون نقطه رو طی میکنه و اونجا میاد و اون نفوذپذیری عملا اتفاق میفته. پس نفوذپذیری در این سایت مسئله اصلی اون پروژه بود. بنابراین ما مثلا با این ایده اومدیم این
فانکشن ها رو و این عملکردها رو تقسیم کردیم در کل سایت دیگه. تا انتهای اون بنبست مردم میرفتن و همین مسیر رو برمیگشتن و ایجاد نفوذپذیری در این فضا باعث افزایش قیمت کل اون سایت میشد، نه فقط بر اون پروژه. میدونی یعنی اگه بر قرار بود 50 میلیون تومان پولش بشه، دیگه اینجا تا اون انتها این اتفاق داشت میافتاد و دیگه کل این پروژه اون ارزش رو پیدا کرده بود. یا اینکه اون منطقه چی رو نداشت، چه مواردی رو نیاز داشت، بررسی کانتکست، بررسی بستر در یک پروژه پابلیک چه کمکی میتونست ما بکنه. نوع دیتایی که ما دیگه باید جمع آوری میکردیم با اون پروژه مثلا شخصی مثلا یک مسکن تک واحدی دیگه متفاوت بود. ما باید به این فکر میکردیم که الان توی این منطقه چی اتفاق نیفتاده، کدوم فروشگاه وجود نداره، مردمی که به اینجا مراجعه میکنن نیازشون چی هستش، یا در درجه اول به چه شکل باید به اونا پاسخ داده بشه. با بررسی این جزئیات ما متوجه می شدیم که چه میشه گفتش که کمبودهایی تو اون فضا هست و ما به چه شکلی میتونیم به اون جواب بدیم. و اینه که بررسی و طرح سوال و مسئله نسبت به یک پروژه خصوصی و عمومی چقدر میتونه متفاوت بشه. بعد از اینکه متوجه خواسته های پروژه شدیم، عملاً اون مرحله دیزاین دیگه به صورت حالا رسمی استارت میخوره دیگه. ما اون جزئیاتی که پروژه نیاز داره رو دیگه نوشتیم، فهمیدیم که مسئله پروژه چیه، فهمیدیم که چه کاری رو باید انجام بدیم. یه وقتایی به صورت شفاهی هم شاید بتونیم اونو مطرحش کنیم، مثل همین موردی که الان به توضیح دادم که اون نفوذپذیری چجوری شکل گرفت و از این طریق میایم دیگه شروع به دیزاین میکنیم دیگه، یعنی خط میکشیم برای پروژه. معمولا به این صورتی که یک پروژه بین تعدادی از نفرها تقسیم میشه و اون کلیت اولیه پروژه رو من سعی میکنم که خودم حالا با یه اسکچ اولیه به بچه‌ها ارائه بدم و بگم که قراره که چه کاری انجام بدیم، یا قراره که چه مسئله رو حل کنیم، یا اگر میتونم اونو حلش بکنم همونجا با اون حالا ترسیم دستی بتونم اونو حل و فصلش کنم. و بعد از اون دیگه ما برای پروژه اتود ترسیم میکنیم دیگه، یعنی براش میشه گفتش که حالتهای مختلفش رو بررسی میکنیم و بعدش هم اتودامون رو میزنیم و میبینیم که ایده های معماری یا دیزاینی پروژه به چه صورته روش میکشیم. بعدش حالا در قالب یه جلسه داخلی این موارد با هم دیگه شیرش میکنیم، یعنی میبینیم که چه اتودایی ترسیم شده یا هر کدوم ویژگیشون چیه، یا قراره که چه نیازی رو پاسخ بدن و قراره که به چه شکل مسئله پروژه رو هموارش کنن و بعدش میایم اونو میشه گفتش که با هم دیگه به اشتراک میذاریم. بعد این جلسه ما یه خروجی داریم و اون یک یا دو آلترناتیویه که یا حتی بیشتر که از اون جلسه استخراج شده. برای یه پروژه ممکنه که ما 40 تا 50 تا اتود حتی نرم افزاری کشیده باشیم، منتها خروجی اینها احتمالاً یک یا دو تا فرمت حجمی میشه که اونا رو سعی میکنیم که دیولاپ بکنیم و توسعه بدیم و ببریم جلو و ببینیم که توسعهش به چه شکل میشه. خیلی وقتا ما نیاز به اینه که دوباره برگردیم به این مرحله، یعنی که میبریم جلو اون حجم رو میبینیم که جواب نداده و مجددا برمیگردیم و سعی میکنیم که حالا اون اتود بعدی یا
توسعه مجدد یکی از آلترناتیوها به این شکل باشه که نیازهای بیشتری رو پاسخ بده یا به ابعاد بیشتری از اون پروژه بپردازه. خیلی وقتا شاید ما حقیقتاً روی گزینه دوم یا سوم یا نهایتاً پنجمی که ترسیم میکنیم کارفرمای ما به ما اوکی بده، یعنی کارفرما بگه که من با این اوکی ام و پروژه مثلا زیباییه، ولی این کلمه حقیقتا برای ما خیلی کافی نیستش و تا الان نبوده و سعی میکنیم که پروژه‌ای باشه که خودمون بهش بگیم خوب، یعنی ما بهش بگیم این پروژه تاییده و اوکیه، به خاطر اینکه اون سختگیری ما قطعا خیلی بیشتر از کارفرماست. یا بخوام بهتر بگم توی این شاید 10-12 سال ما توی پیشنویس قراردادمون به طور مثال هستش که کارفرما میتونه 2 بار کلا طرح رو وتو بکنه، یعنی میتونیم ما به شما یه پروژه ارائه میدیم شما بگید نه اصلا من کلا منو اشتباه گرفتین و اصلا چیزی که من گفتم متوجه نشدین و کلا این طرح کنار، مورد بعدی رو براشون ترسیم میکنیم و 2 بار میتونه این کار رو انجام بده، مثلا نمیتونه به حالت اول برگرده، اینم هست، یعنی نمیتونی شما یه طرح رو وتو کنی بعد دومی دیدی بگی من اولی اوکی ام و بریم اون انجام بدیم، نه. حالا اینو گفتم به خاطر اینه که بگم توی این 10-12 سال تقریبا 2 بار این اتفاق افتاده، اونم به این جهت بوده که کارفرما تقریبا منظورش رو به ما خوب نگفته بودن و ما هم خوب متوجه اون جزئیات نشده بودیم. اینه که میگم یک پروژه اگر پروژه‌ای باشه که معمار سختگیرانه بهش نگاه بکنه و بهش بگه در نهایت بهش بگه که این پروژه حالا شد و حالا خوبه، 100% کارفرما هم با اون هم نظره، یعنی 100% هم کارفرما بهش میگه که اون پروژه خوبه. چرا؟ چون اون پروژه به چند جنبه مختلف نگاه کرده، پروژه فقط معمارش رو ندیده، پروژه کارفرماش رو دیده، پروژه اند یوزرش رو دیده، پروژه تمامی افرادی که تو اون اتفاق تاثیرگذار هستن و ممکنه که ازش تاثیر بگیرن رو دیده و زمانی که تو اینقدر جامع بخوای به یک کاری نگاه بکنی حتما باعث میشه که اون کارفرما هم اونو بپذیره و به راحتی متوجهش بشه و قبول بکنه که سرمایه‌اش رو صرف ساخت اون پروژه بکنه. رو همین حساب اون حالا اتودا به تعداد خیلی زیادی ترسیم میشن و همشون قابلیت اینو دارن که توسعه پیدا بکنن و تبدیل به یک پروژه خوب بشن. منتها اون سختگیری ما باعث میشه که یا اون ترسیمات اولیه رو مجدد ادامه بدیم یا اینکه نهایتاً به بهترینش بسنده بکنیم و سعی کنیم که اونو توسعه بدیم. و در نهایت امر زمانی که این پروژه توسعه پیدا میکنه و اون رفت و برگشت‌ها بین خود تیممون انجام میشه، یه پروژه نهایی میشه و اونو فیکسش میکنیم و فاینالش میکنیم و به مرحله پرزنت میرسونیم، یعنی سعی میکنیم که اونو آمادهش کنیم برای اینکه بتونیم خدمت کارفرما اونو با جزئیاتش ارائه بدیم. یکی از دوستام که میخواست یک فروشگاه متریال های داخلی ساختمان رو تأسیس کنه ازم خواست تا برای راه اندازی این فروشگاه
کمکش کنم و یک دیزاینی ارائه بدم. وقتی ازش پرسیدم که میخوای اونجا چیکار بکنی و قراره که چه محصولی اونجا عرضه بکنی، اون تقریبا نیم ساعت برای من توضیح داد که چه محصولاتی توی اون فضا مد نظرش هستش که به فروش برسه. خب تعداد اونا اصلا کم نبود، بنابراین من ازش خواستم که اونا رو محدودش بکنه و به یک میزان برسونه، ولی گفتش که من نمیدونم توی این منطقه چی جواب میده و خیلی مشخص نیستش که دقیقاً کدوم یک از اونا رو قراره که روش تمرکز بیشتری بکنم. با همین تعداد علامت سوال و خیلی بیشتر از این چیزی که گفتم ما شروع به کار کردیم. یادم اومد که توی منطقه ما یک بقالی خیلی قدیمی هستش که توش محصولات متنوعی به فروش میرسه. منتها یه نظم خیلی همیشگی توی اون فضا حاکمه که هر سری من ابتدای تایم کاری یا انتهای تایم کاری به اونجا مراجعه میکردم متوجه این میشدم که اون فضا همیشه از اون نظم داره پیروی میکنه. مجدد به اون فضا مراجعه کردم و سعی کردم که خیلی با دقت بیشتری بهش نگاه بکنم. خیلی جالب بود که وسایلی که بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت دم دست‌تر بود، یا محصولاتی که پرفروش‌تر بود خیلی بیشتر در معرض دید مشتری بود، یا محصولاتی که مثلا سبکتر و ارزانتر بودن رفته بود توی طبقات بالایی اون مغازه قرار گرفته بود، یا تعداد چیدمان اون محصولات خیلی متنوع بود. یعنی یه تعداد از محصولات مثلا 6 تا ازش بود، در کنارش این محصول دیگه مثلا 20 تا ازش بود. و وقتی که این دلایل این نوع چیدمان رو من از صاحب اون کسب و کار پرسیدم که یک پیرمردی بود که سالیان سال اونجا میدیدمش، اون شروع کرد بهم توضیح دادن که ازش خواستم بهم بگه که چجوری به این فرمول رسیده. اون برگشت بهم گفتش که با تجربه، یعنی اون تونسته بود یک فضای ایدئال رو به وجود بیاره و زمان تونسته بود به اون این رو برسونه که به چه شکل میتونه بهترین چیدمان رو انجام بده و اون فروشگاه یا اون بقالی امروز بهترین چیدمان رو داره از نظر مشتریاش و از نظر یوزر خود اون اصلی اون فضا که صاحب اون مغازه است. بنابراین بعد از صحبتی که ما با اون پیرمرد صاحب اون بقالی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضای ایدئال با تجربه به دست میاد. توی فروشگاه 120 متری آمود ما اومدیم ابتداعاً کل فضا رو شروع کردیم به ایجاد یک سری مش‌های سه بعدی. یعنی چی؟ یعنی ما در 3 جهت این مش‌ها رو توی فضا تقسیم کردیم. توی محور X، Y و Z. و این مش ها رو طوری در نظر گرفتیم که قابلیت گسترش داشته باشن. یعنی من هر وقت که بخوام بتونم یه دونه از این باکس ها رو بهش اضافه بکنم و اینا به ما اجازه حضور یک باکس سه بعدی درون خودش رو میداد. این مکعب‌های منظم 50x50 قابلیت اینو داشت که داخل این مش‌های سه بعدی مشکی رنگی که با پروفیل‌های 4 پهلوی مشکی مات توی کار قرار گرفته بود میتونست داخل هر کدوم از اینا که میخواد بره و بنشینه. همزمان ما 3 تا فرمت مختلف باکس بسته، مکعب بسته، مکعب باز و یک سالید تنها یعنی یک وجه مکعب رو برای این کار ایجاد کردیم. در حالت اول ما فقط یک مکعب بسته داشتیم
در حالت دوم مکعب‌های ما یک ضلع باز داشتن، یعنی به این حالت دیزاین شده بود. و در حالت سوم ما فقط یک سالیدی رو داشتیم که به عنوان یک ضلع از یک مکعب عمل میکرد. خب ما کل اون مغازه و کل اون فروشگاه رو از طریق این خطوطی که توسط پروفیل‌های 4 پهلو برای ما ملموس می شدن پر کردیم. یعنی کل سقفش عمده از فضاهای دیوار، فضاهایی که در کنار ستون قرار داشت، کلیه این خطوط افقی و عمودی فضای داخلی ما رو پوشش دادن. حالا ما نیاز به این داشتیم که بتونیم این مش‌ها رو از مکعب‌های سبز رنگمون پر کنیم. بنابراین به جای اینکه ما اون احجام سبز رنگ یا اون مکعب‌ها رو داخل اون مش‌هایی که روی در و دیوار اون پروژه قرار گرفته بود جاگذاری بکنیم، اون فضا رو در اختیار کارفرما گذاشتیم و ازش خواستیم بنا به کاربری مد نظرش اون 3 حالت از احجام سبز رو داخل اون مش‌ها جا بده. به این شکل فضای منعطف داخل این پروژه در اختیار اون کارفرما یا یوزر اصلی اون پروژه قرار گرفته و اون هر متریالی رو که بخواد به هر شکلی که مد نظرش باشه میتونه داخل اون فضا چیدمان بکنه. اگر بخواد بیشتر پارکت بفروشه یا بخواد روی مثلا متریال دیگه مثل پرده تمرکز بکنه، نگاهش بر این باشه که فضای بیشتری رو اختصاص بده به فروش کاغذ دیواری یا متریال‌های ریز و درشتی که برای فضای داخلی یک ساختمان استفاده میشه رو بتونه داخل اون فضا به بهترین شکل چیدمان بکنه. پس طبق این گفته که فضای ایدئال با تجربه به دست میاد، ما سعی کردیم که این فضا رو برای یوزر اون پروژه دیزاین بکنیم و از اون بخوایم که با تجربه‌ای که نسبت به بازار خودش از اون منطقه به دست میاره فضای خودش رو دیزاین بکنه و سعی بکنه به هر شکلی که هست اونو مثل یک موم و مثل یک خمیر برای خودش بهتر و بهتر بکنه.